ما باید باشد. اما الله تعالی دنیا گذاشتگی است. همون فرعونی که بود بزرگترین کافر زمان حضرت موسی علیه السلام، انا ربکم الاعلی میگفت، منم خدای بزرگ بالا. اما خدا او را نه فلج کرد، نه کور، نه نابینا. برای چی؟ چون که این عالم میزان و صراط ندارد. جایی که انسان ها سزا و جزا میگیرند دیگر عالم است. ولی یک برادر قطعی میشینی میگه چرا داملا درباره اسرائیل صحبت نمیکنید، درباره فلسطین صحبت نمیکنید؟ ما اینا را در کنفرانس های یردن یا در اونجا رفتیم صحبت کردیم. فلسطین این میراث مسلمانان جهان است. اما اگر بگن که تاجیکستان بیاد او را آزاد کنند ما را بتد، ما این قدرت نداریم. این دولت های ابرقدرتی که در عالم هستند همه خاموشند. اما درباره ایمان و اسلام، علم و دانش، ما جایگاه های همه زمین ها را میدونیم. از زمانی که سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، از این آیه نازل شد که پیامبر خدا را از خانه کعبه بیت المقدس بردند. از اون زمان اون بیت المقدس صار میراثا للمسلمین، این میراث مسلمانان جهان است. ما دعا میکنیم. اما کسی را ظلم میکنند. باز یک انسان میبیند میگه ببین کودکا را زدن، فلان را زدن، بلنیسه را زدن. اینقدر ما غمگینیم. از 100 صفت رحمت الهی یک رحمت در زمین است برای انسان و حیوان همه. ما اینقدر دلسوزیم. آیا الله تعالی ارحم الراحمین است؟ 99 صفت رحمت با خودش است. آیا الله تعالی قدرت ندارد بگیرد ظالمه با پیش بخواباند؟ اما اینجا امتحان رفته است. ما با بصیرت، با علم، با دانش قضاوت میکنیم. قرآن میگوید که لا تحسبن الله غافلا اما يعمل الظالمون انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. آیا میگه شما گمان میکنید که الله تعالی غافل است از آنچه که ظالما میکنند؟ نه، انما نؤخرهم، ما اینا را باقی گذاشتیم برای روزی که چشمهای شما پاره میشن. میزان در اینجا نیست، صراط در اینجا نیست، حساب و کتاب در روز قیامت است و مالک این زمین اونها را قضاوت میکنه، نه اینکه من و شما. امروز در امریکا یک ناخلف جهاد اعلان میکنه، این جوانای تاجیکی ما راه